دانشمندان معتقدند با استفاده از شبیه‌ساز رایانه ایراز عبور حضرت موسی از دریای سرخ را هنگام فرار از دست فرعونیان کشف کردند. تا قرنها آنچه در کتاب‌های آسمانی درباره شکافته شدن آب دریای سرخ هنگام عبور حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل آمده منشأ سوالات فراوانی بوده است و اینک دانشمندان آمریکایی معتقدند باد پرسرعت موسوم به باد شرقی عامل اصلی در کنار رفتن آب و عبور بنی اسرائیل بوده است. محققان دانشمند کلرادو به همراه مرکز ملی تحقیقات جوی با استفاده از برنامه‌های نرم افزاری شبیه‌ساز رایانه‌ای که مدل حرکتی وزش باد را نشان می‌دهد نمونه‌ای از این حرکت آبها را ساختند. تصاویر رایانه‌ای شبیه سازی شده نشان می‌دهد که چگونه بادهای شرقی ایجاد شده و سراسر شبی را که موسی با قومش از دریای سرخ عبور کردند را فرا گرفته است. بر این اساس این باد آب را به دو جهت مخالف از هم به عقب هل داده و خمیدگی لازم را در امتداد رودخانه باستانی که اینک وجود ندارد با تالاب‌های ساحلی در امتداد دریای مدیترانه به وجود آورده است. با عقب رانده شدن آب راهی مانند پل به صورت زمینی در خمیدگی ایجاد شده و اجازه راه رفتن امن به آبران را روی گلهای تخت داده است. به محض مرگ باد آب دوباره به حالت قبلی خود بازگشته است. مطابق این تصویر سمت چپ تالاب بوده و سمت راست رودخانه باستانی وجود داشته است که باد توانسته سرزمین موقتی را به وجود بیاورد. تحقیقات جدید و فرایند فیزیکی به وجود آمده توسط باد مطالب مندرج در کتاب‌های مقدس را تأیید می‌کند. دانشمندان به طور 100% مطمئن نیستند 3000 سال پیش دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. دانشمندان اخیراً طرح‌های تحقیقاتی و مکانیابی خود را در نقاطی متمرکز کرده اند که عمق مورد نظر را بر اساس کتاب‌های مقدس نشان دهد و آبراهه‌های دلتای نیل از سایر نقاط بیشتر در این تحقیقات مورد توجه واقع شدند. کارل دریس از محققان مرکز ملی تحقیقات جوی آمریکا و مسئولیت این تحقیق در این باره میگوید شبیه‌سازی رایانه‌ای منطبق با وقایع مهاجرت بنی اسرائیل تنظیم شده است. به گفته وی با استفاده از دینامیک سیالات میتوان شکافته شدن آب دریا را توضیح داد. باد مطابق با قوانین فیزیک حرکت آب را توضیح داده و یک پاساژ مطمئن را برای عبور ایجاد می‌کند و اجازه می‌دهد تا آب ناگهانی به حالت قبلی خود برگردد. تحقیق مذکور گوشه‌ای از تحقیق بزرگ کارل دریس درباره فشار باد روی عمق آب هاست. با گمان زنی‌ها درباره سایت جنوب مدیترانه خوراک مناسبی برای باستان شناسان و مصر شناسانی می شود که تاکنون شواهد کافی و خوبی را برای داستان مهاجرت بنی اسرائیل از مصر نیافتند. گاه به گاه دانشمندان سعی نمودند تا معجزات الهی در کتاب مقدس را با وقایع طبیعی تطبیق دهند تا کاملا قابل درک شود. کسانی که در مورد سونامی تعمق کرده اند درباره عقب نشینی آب و حرکت عظیم آن توضیحات علمی دادند، اما چنین واقعی آن هم از شب تا صبح قدری تأمل برانگیز است. برخی محققان درباره جنبش خاص باد نظر دادند که قدرت باد و تداوم فشار باد میتواند در جاهایی که سطح آب کمتر است وارد عمل شده و آب را تحت تأثیر خود قرار دهد. این وضعیت درست مخالف امواج طوفانی تعبیر می شود که به طور گسترده‌ای تاکنون درباره آن سندسازی شده است. در یکی از موارد که در قرن 19 میلادی در دلتای نیل به ثبت رسیده 5 فوت از آب توسط باد قدرتمند به عقب زده شده و زمین خشکی را به وجود آورده است. مدل سازی رایانه‌ای که پیشتر توسط محققان روس به نام‌های نائوم ولتزینگر و الکسی آندروسوف صورت گرفته نشان می‌دهد که بادهایی از شمال غرب با 74 مایل در ساعت از نظر تئوری نزدیک کانال مدرن سوئز می‌تواند رگه آبی و آبسنگ تشکیل دهد. این عامل باعث می‌شود تا مردم بتوانند از آن عبور نمایند. دوران نوف از دانشگاه ایالتی فلوریدا و ناتان پالدور با استفاده از این تحقیق سعی کردند جنبش خاص باد را توضیح دهند. کارل دریس و همکارانش بر همین اساس مدل رایانه‌ای خود را تنظیم و طراحی کردند و عبور موسی و قومش را به طور شبانه نشان دادند.
آنها به این نکته دست یافتند که باد با سرعت 63 مایل با بازه زمانی 12 ساعت می توانسته آب را به اندازه 6 فوت به عقب براند. 4 ساعت بر این اساس پاساژ خشکی درست شده که طول آن بین 2 تا 2.5 مایل بوده و عرض آن نیز 3 مایل بوده است. چنین راه سرزمینی جدیدی به بنی اسرائیل اجازه داد تا از این مسیر به سلامت عبور کنند. مطالعه روی نقشه‌های توپوگرافی‌های باستان از دلتای نیل حکایت از این دارند که محققان سایت‌های بدیل برای عبور قوم موسی را در 75 مایلی شمال سوئد و جنوب دریای مدیترانه یافتند. همچنین آنجا راه‌های آبی زمان خود را نه به طور 100% مطمئن داشته است که برخی اقیانوس شناسان معتقدند که شعبه‌ای باستانی از رود نیل درون مناطق ساحلی وجود داشته که معروف به دریاچه تانیس بوده است. مجموعه این دو راه آبی شکل یومانندی را تشکیل می‌دادند و منطبق با آثار ضبط شده باستانی و اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای و مقایسه آن با نقشه‌های موجود، محققان را به حدس و گمان بیشتری درباره مکان عبور بنی اسرائیل از بخشی از آب‌های کم عمق زمان خود واداشته است. اما در گزارش‌های جدیدی درباره کشف عصای حضرت موسی نعلین پیامبر و تار موی ایشان به گوش می‌خورد. در ادامه به این موضوعات می‌پردازیم. حرف و حدیث درباره پیدا شدن عصای حضرت موسی زیاد است. عصایی که از نشانه‌های خداوند برای اثبات پیغمبری آن حضرت بود، تبدیل به مار شد و دریا را برای عبور موسی و پیروانش دو نیمه کرد. در گوشه و کنار جهان هر چند وقت یک بار خبرهایی درباره این عصا منتشر می شود که صحت هیچ کدام از آنها مورد تایید نیست. تصویری که این روزها منتشر شده به نظر مربوط به موزه توپکاپی در استانبول است. موزه قصر توپکاپی در استانبول مهمترین موزه اسلام محسوب می شود که آثاری از دوره ابتدایی اسلام در عربستان را در خود جای داده است. یکی از اشیایی که در این موزه نگهداری می شود عصایی است که گفته می شود متعلق به حضرت موسی علیه السلام بوده است. با وجود این همه این مسئله را قبول ندارند. چند سال قبل گراهام فیلیپس در کتابی به نام میراث موسی اعلام کرده که عصایی که در موزه بیرمنگهام نگهداری می شود همان عصای حضرت موسی است. در موزه توپکاپی به غیر از این اشیایی منتسب به حضرت محمد صلی الله نیز نگهداری می شود. جای پای پیامبر یکی از این اشیا است. میگویند در یکی از زمانهایی که حضرت محمد روی تخت سنگی برای سخنانی ایستاده بوده، جای پای ایشان روی آن سنگ نرم می افتد. گفته می شود بعدها آن سنگ را دوستداران پیامبر صلی الله حفظ می کنند و بعدها داخل آن را با طلای ذوب شده می پوشانند تا از گزنده باد و آب محفوظ بماند. همچنین ظرفی در این موزه وجود دارد که تار موی منتسب به پیامبر صلی الله در آن دیده می شود. دو تکه دندان هم زیر ذره‌بین‌هایی قرار گرفتند که گفته می شود متعلق به آن حضرت بوده و در جریان جنگ احد شکسته شدند.